وزارت درویه روسیه را گهاند که جوینا لتل ابیب درباری سوریه وره انجام دان و پینگا و کجبودیتنا چاره سریه که جکریزا سوریه را به اریتوم کوجین ریوبری آزانیاری و روزنامه‌گری دو وزارت درویه روسیه داشت کرد که آرمانجا سرکه انجام دان جوینا تل ابیب نابرا بر پرسیارین امریکی روسی و اسرائیلی او که چاره سریه سیاسی جکریزا سوریه را وره دیتن و دزوترین دم دکریزا سوریه بداوی وره جوینا تل ابیب درباری روشا سوریه به پینگا و که گرینگ بناف کرد. اجانس تاسیا روسی لسرزار کوجین و گوهسته که بریارد هر دو روژن 24 و 25 مه نیکولای پاتروشیف سکرتری انجمن اولهی روسی لگل جون بولتون آلیکار سروک امریکا جبو کاروبارین اولهی نتوی ایر بنشتات سروک انجمن اولهی نتوی اسرائیلی لتل ابیب بجو و روشا سوریه گوتو بیش بکن. اروها برپرسی روسی تکجی کرد که آرمانج جوی دیتینا پینگاوین هفبش اجبو چاره سرکرنا کریزه لروشالاتا ناوین بگشتی و چاره سرکرنا کریزا سوریه بتایبتیه. جا علی خواه روزنامه شرق الاوسط اشکره کربو که دجوینا تل ابیب ده ولاتی امریکاوی دست پیش خریه که درباری دوسیا سوریه بتایبتی درباری دوباره آواکرنا سوریه و راکرنا سزایان پیشکشی روسیه بکه که جا علی خواه روسیه پابندیه به استاندنا تدابیر پیویسته درباری رولا ایران و پروسه سیاسی لسوریه مینا آواکرنا کمیته دستوریا سوریه و جیبجی کرنا بریارا انجمن اولهیان افدولتی 2254 گریدای برا استاندنا شهر سوریه و گهشتن به چاره سریه که سیاسی اجبو بداوی انینا کریزا سوریه بکه. گریدای به مجاری جگری وزیر دروی روسیه سرگی فرشنین جاجان ساریانوویستیا روسی را اشکره کربو که روسیا تو گریبستان لگل امریکا و اسرائیل درباری سوریه دوی جوینه ده گنگشانا که گوت که اوه نوچه که هاتیه بلاف کرن درباری گریبستان برا روسیا و امریکای ده جراستی دوره و به گوت گوتان پناف کر دازانیجی که قد روسیا و مجاری لگل امریکا گنگشانا که